خدا ویران کند آتش کشد قبر خمینی را که باعث شد که ما ایرانیان اینسان به دور از آشیان گردیم. بیا ویران سرا را باز سازیم، بیا ایران ز ملا پاک سازیم. درود فراوان به شما همیهنان عزیز. بسیار زیاد خوشحال هستم که امروز تونستم به همین وسیله به منازل شما بیام و وقتی فکر کردم که دارم منازل شما مهمونی میام به این فکر افتادم که یه چیزی با خودم از گذشته و افتخارات هم داشته باشم. به این دلیل با این لباس سربازی که لباس پرواز منه خدمتتون رسیدم. این لباس پروازی است که آخرین پروازم در ایران به نام خلبان نیروی هوایی شاهنشاهی ایران انجام دادم. کمی خودم رو معرفی بکنم برای دوستانی که آشنایی زیادی با من نداشتن. من مهدی روحانی، سرلشکر خلبان نیروی هوایی شاهنشاهی ایران بودم. مثل تمام بقیه دوستان هم لباسیام در نیروهای مختلف دوران تعلیمات رو گذروندم. به ترتیب درجات پایین خدماتی کردیم، به ترتیب بالا آمدیم با همه هم دوره هامون، رسیدیم به درجاتی که باید وارد خدمات فرماندهی می شدیم. من اون خدمات رو با درجه سرگردی در پایگاه هوایی وحدتی دسفول شروع کردم به نام رئیس عملیات. در همین پایگاه یه دفعه دیگه با درجه سرهنگی رفتم به نام معاون فرمانده پایگاه و بالاخره با درجه سرلشکری به نام فرمانده پایگاه هوایی دسفول خدمت کردم. بعد از پایگاه هوایی دسفول مدتی من فرمانده پایگاه هوایی بوشهر بودم. میتونم بگم که پایگاه هوایی بوشهر رو تقریبا از پایین در موقعی که من فرمانده پایگاه بودم ساخته شد. مدت چند سال هم اونجا خدمت کردم. بعد به معاونت فرماندهی تاکتیکی نیروی هوایی شاهنشاهی ایران منصوب شدم که با حفظ سمت فرمانده پایگاه 7 شکاری در شیراز رو هم به عهدهدار بودم. بعد از اینکه این اتفاقات افتاد که هر کی برای خودش یه اسمی روش میذاره، به زندان افتادم. حدود 11 ماه زندان بودم. طراحی کردم تا توانستم بعد از زندان بتونم هر چه سریعتر از ایران خارج شم. از ایران خارج شدم، اومدم به جمع دوستان و مبارزان پیوستم. حدود 30 سال کامل در این دسته در اون دسته به مبارزات خودمون ادامه میدادیم بر علیه واقعا این حکومت ظلم و جهل. باید تشکر بکنم از تمام افراد، سازمانها و رسانه‌های گروهی که در مدت 30 سال گذشته شبانه روز جنگیدن. من هم در کنار اونها بودم، باهاشون عادت کردم، با هم بزرگ شدیم و بالاخره نتایجی هم از این جنگیدن ها گرفتیم، ولی نه اون نتیجه‌ای که دلخواه ما بود. امروز خبرهای بسیار خوشی براتون دارم و خواهش ازتون میکنم با دقت به صحبتهای من گوش بدین، چون همونجور که الان مقدار زیادی اطلاع دارین تقریبا میتونم بگم دنیا داره به صحبتهای من گوش میکنه. ما اومدیم پس از 2 سال گذشته یکی از روزها نشستم با خودم حساب کردم که آیا به نام یه سرلشکر قدیم نیروی هوایی شاهنشاهی ایران اصلا کار ما تموم شد، دیگه ایرانی نداریم بریم بخوابیم، یا نه هنوز میشه کاری کرد. نشستم خیلی فکر کردم. این فکر کردنام رو با دوستان در میان گذاشتم. بعد از دوستان مقدار زیادی رفتم دنبال متخصصین. با متخصصین بسیار صحبت کردم.
به هر طریق رسیدیم به نتایجی که نه، مملکت ما هنوز ارزشش برای ما بالاتر از اونه که ما بریم بخوابیم، روزا پی کارمون باشیم تا بتونیم لقمه نونی بخوریم و زندگی رو بگذرونیم. اینجا باید برسون برسونم که وقتی که شما داریم به صحبت‌های من گوش میکنیم، معمولا کسی که اینجا میاد این صحبت‌ها رو بکنه باید 3 تا خاصیت داشته باشه. باید اول هنرپیشه باشه، دوم باید سخنور باشه و سومش هم باید که یه مقداری برنامه ساز تلویزیونی. من هیچ کدوم اونا نیستم. خواهشم از همتون اینه اصلا دنبال این نباشین که من چجوری میگم، بیشتر به فکر این باشین که من چی میگم خدمتتون. همونجور که عرض کردم با این لباس اومدم، دلم میخواد دل به دل با شما صحبت کنم در این حدود 1 ساعت دیگه و با هم دیگه به اون نتیجه برسیم که امروز دنیا داره روش فکر میکنه. خانم آقایون، اینا رو که براتون عرض میکنم دنیا داره روش فکر میکنه و واقعا میشه گفت دنیا داره امروز گوش میکنه که من دارم چی به عرض شما میرسونم. 30 سال گذشت، همه فعالیت هامون به نتایج کم و بیش رسید، ولی نه به اونجا که واقعا ما بتونیم اون چی که دلمون میخواست بگیریم. همونجور که عرض کردم مطالعات بسیار سنگینی کردیم، رسیدیم به جاهایی که این مطالعات ما احتیاج بسیار زیادی داشت که با مقدار زیادی جامعه شناس و روانشناس بیشینیم صحبت بکنیم و از اونا دستور بگیریم، چون این حرکت یه حرکتی است استثنایی. کم شنیده اید راجع به این حرکت، نه شما کم شنیده اید، دنیا هم مقداری کم شنیده، ولی این حرکت استثنایی جوابش 100%. یعنی همین حالا دلتون رو خوش بکنی. ما باید 4-5 ماه دیگه آخوند تو مملکتمون نداشته باشیم و میتونیم که نداشته باشیم. تعدادی دوستانی دور هم دیگه جمع شدیم. یادم هستش که دوستان، خانوما، آقایان روی صفحات تلویزیون، رادیو می آمدن، گریه می کردن، فحش می دادن، هر چی دلشون میخواست سوال میکردن. نظامی ها کجا هستین؟ مردم کجا هستین؟ مگه ما باید بمیریم؟ همینجور که میدونین نصف بیشترش هم با گریه زاری بود این چیزا. واقعا اینا دل ما رو ریش کرد، به فکر افتادیم که باید کاری کرد. جمع شدیم با تعدادی از دوستان، بررسی هایی رو که من در مدت 1.5 سال تنها انجام داده بودم رو آوردم میان تعدادی دوستان متخصص از افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی که براتون برسونم. این افسران به دلیل این که بعد مسافت زیاد ما نتونستیم که افسرا رو از تمام اون چی که پخش شدن در دنیا انتخابشون بکنیم. بیشتر افسرانی که نزدیکتر من زندگی میکنن و دوستی با هم داشتیم، با این تعداد افسران و تعدادی سیاستمداران جمع شدیم که این طرح‌ها رو اینجا به عرضتون برسونم. این حرکتی که پیش اومد تو مملکت ما، یکی اسمشو انقلاب گذاشته که هر چیز دیگه گذاشت، این اونی نبودش که بگیم یه آدم رفت و یه آدم دیگه اومد. تمام زندگی اجتماعیمون با این حرکت ناخواسته که به دست خودمون انجام دادیم زیر و رو شد. برای این کار خواهش میکنم یه لحظه کوتاه به این فیلم که توسط یک رهبر مذهبی ارائه شده توجه بفرمایید. ازی که میکنم این است که ما میخواهیم که شما مستقل باشید. ماها داریم زحمت میکشیم، ماها خون دادیم، ماها حیثیت آبرو دادیم، مشایخ ما حبس رفتن، زجر کشیدن. میخواهیم که ارتش ما مستقل باشه.